یک مادر سوال کرده اگر کسی دیگر را به برادر خانی بگیرد، برادر قرآنی است، میگه گناه ندارد؟ قطعا در اسلام جا ندارد. این یک سخن پوچ و بی‌معناست. یک مرد بیگانه این برادرم است. چه نسبتی به تو داره؟ شیر مادرت خورده؟ نخیر. از مادرت تولد شده؟ نخیر. خب از کجا برادر شد؟ برادر قرآنی است. این فقط وسوسه و این اغوای شیطانی است که شیطان اینمی قسم کرده تا نشود خوارک که شود کارک. اول هر وقت ارتباط که برقرار میشه از خوارم از اینا شروع میشه. خوارم خوب هستی، جور هستی، ببخشین نشناختم شما را، شما کی بودین؟ شما یه دختر بسیار پاک هستین، نجیب هستین، خیلی با